در قزاقستان که طی ماه‌های اخیر قرب دلار آمریکایی رو به بالا بود، در یک هفته گذشته اندکی پایین آمده است. حالا $1 در این کشور به کمتر از 500 تنگه برابر است. در گذشته این رقم به 520 تنگه می رسید. بانک ملی قزاقستان سبب‌ها را چنین برشمرد: تقویت پول ملی بیانگر شرایط مساعد بیرونی، سیاست منتظم ماکرواقتصادی و بهبود انتظاری‌های سرمایه‌گذاران است. نرخ جهانی نفت در سطح بالاتر از $60 برای یک بشکه ثابت مانده است. همزمان کاهش نرخ بهره ذخیره‌های فدرالی آمریکا از اول سال به 8.3% سوست شدن شاخص جهانی دلار و 8.3% تقویت یافتن شاخص ارز بازارهای رو به رشد مساعدت کرده است. بانک‌های قزاقستان به قوت گرفتن ناگهانی تنگه نسبت به دلار با احتیاط می‌نگرند. بعضی از بانک‌های بزرگ دادن پول نقد خارجی را موقتاً باز داشته، چند نقطه عوض ارز خارجی فروش دلار را بسته کردند. به نظر اقتصاددان الدار شمس‌الدینوف، بازیگران کلان باور ندارند که کاهش قرب دلار در قزاقستان دیر دوام می‌کند. عادی کرده گوییم فروشندگان دلار را نگاه می‌دارند، چون باور ندارند که استواری قرب تنگه طول کشد و منتظر قرب خوب برای خود میمانند. گذشته از این بسیاری ها همگی 2 هفته پیش $1 را به 520 تنگه خریدند. کارشناسان سبب اساسی بالا رفتن قرب تنگه را نسبت به دلار به وارد شدن سرمایه زیادی خارجی پیوند می‌دهند. بانک ملی قزاقستان خبر داد که از اول ماه اکتبر تا آخر ماه نوامبر امسال خارجی ها به زیاده از 1 میلیارد تنگه کاغذهای قیمت بهای قزاقستان را خریدند. اقتصاددان ارمن بیسنبایف میگوید که اقتصاد قزاقستان اسیر وضع شده است. ما می توانیم شاهد کم پایین رفتن سطح تورم شویم در مدت 6 ماه یا حتی در 3 ماه اول. این چیز تا ماه مارس سال آینده روشن خواهد شد. بانک ملی با دیدن این که سطح تورم پایین می رود، احتمال در 3 ماه اول اعلام کند که برای پایین بردن معیار باستانویل آماده است. و این اشاره باعث می‌گردد پول‌هایی که برای فایده گرفتن وارد شده بودند به بیرون رفتن سر کنند. در همین حال به گفته بیسنبایف ارزش پایین قرب دلار برای قزاقستان فایده آور نیست. بودجه سال آینده در این کشور بر اساس $1 برابر 540 تنگه تهیه شده است. با سبب استواری پول ملی در برابر ارز خارجی، اقتصاد از صادرات درآمدی کمتر به دست می‌آورد، در حالی که افزایش خراجات بودجه همچنان ادامه دارد.